یه روز از یه خانم کره‌ای پرسیدم راز پوست چیه که اینقدر صاف و شیشه‌ایه؟ گفت فقط برنج. گفتم آخه مگه میشه؟ گفت اگه بدونی برنج چه خاصیتی برای پوست داره دیگه ولش نمی‌کنی. خلاصه دستور ساختشو ازش گرفتم و امروز میخوام بهتون آموزش بدم. نیاز داریم به کمی برنج و آب. میذاریم نیم ساعت بمونه تا کاملا سفید بشه. حالا برنج رو از آب در میاریم، میذاریم توی بشقاب و خوب له کنیم. وقتی برنجا رو خوب له کردیم دوباره تو پیاله قبلی قرار میدیم. حالا خوب مخلوط کنید تا این مایه سفید رنگ به دست بیاد. حالا در یک ظرف تمیز قرار میدیم و هر موقع لازم داشتیم ازش استفاده میکنیم. خیلی میتونه به جای جوش و جوشات کمک کنه تا کمتر بشه. پوستتو روشن میکنه و باعث آبرسانی پوستت میشه. چین و چروک پوستتو کمتر میکنه. اگه پوستت خشکه حتما بعدش از مرطوب کننده استفاده کن. چند تا جای جوش داشتم. بعد از یک هفته استفاده از این سرم کاملا جای جوشام از بین برد. مشکل پوستتو برام کامنت کن که با هم درمانش کنیم. برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کن.